سلام، روز همگی بخیر. انشالله که خوب باشین. یه لایو دلی اومدم امروز بچه ها رو آوردم استخر دیگه. اینجا نشستم داشتم تو گوشی میچرخیدم، گفتم که یه لایو کوتاه بیام. ببخشید اگه سر و صدای بچه ها میاد، ولی گفتم یه خود با هم دیگه صحبت کنیم. مرسی از دوستانی که با من همراهن. مرسی آزین چون که هستین. میدونی داشتم چیکار میکردم؟ الان داشتم تو گوشیم صفحه‌مو یه چک میکردم از همون 2 سال پیش که این کار رو شروع کردم. اینقدر برام جالب بود، خودم رو میدیدم که تو این 2 سال چقدر تغییر کردم. مثلا فیلم های اولم میدیدم که جلو دوربین اومده بودم، لایوایی که اومده بودم، خیلی برام جالب بود. گفتم که یه خود راجع به تجربه‌ام باهاتون صحبت کنم. اگر که تازه به صفحه من جوین شدین و منو خوب نمیشناسین، من مهسام، کالیفرنیا زندگی میکنم به همراه همسرم و 2 تا بچه هام. پیشینم هم اینه که ببین، من از سال 77 که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، من مترجمی زبان خوندم ایران. خب بعد از سال 77 هم کارم رو شروع کردم. خب یه چند جای مختلف کار میکردم و اون موقع مؤسسه و اینا، تا اینکه توی شرکت تجهیزات پزشکی مشغول شدم که شرکت وابسته به تامین اجتماعی بود و حدوداً 14-15 سالم اونجا کار کردم. از اولم از قسمت‌های کمتر شروع کردم، بعد دیگه مثلا حدود 10 سال قسمت فروش بودم و دیگه آخرها هم معاون فروش شده بودم. خب من سابقه ارتباط با افراد مختلف رو داشتم. خب شرکتی که ما کار میکردیم خب با بیمارستان‌های مختلف کار میکرد و با جاهای مختلف کار میکرد. خب قسمت فروش هم یه قسمتیه که باید مستقیم با مشتری در تماس باشی دیگه. بعد ولی خب همه ارتباطات ما یه ارتباط حضوری بود، یعنی حالا یا تلفنی بود یا حضوری بود. هیچ وقت ارتباطی نبود که من آنلاین بخوام مثلا با کسی صحبت کنم. اون موقع آنلاین به این صورت نبود دیگه، کار آنلاین نبود. بعد خب به هر حال ارتباطاتم زیاد بود و هم با جاهای مختلف، آدمای مختلف تو سطح‌های مختلف. حالا رئیس بیمارستان بود، حالا افراد دیگه که تو بیمارستانا کار میکردن، با شرکت‌های مختلف. حالا فکر کن من اومدم مهاجرت کردیم. خب اول مهاجرت هم آدم داغه، هی میگه که آره میریم اونجا کار میکنیم و بالاخره درست میشه به خاطر بچه ها و اینا. به هر حال آدم میاد، ولی وقتی که وارد میشی میبینی واقعا با اون چیزی که تو ذهنت بود و ذهنیتت بود از مهاجرت خیلی فرق میکنه. مخصوصا ماهایی که خب یه ذره تو سن بالاتر مهاجرت میکنیم، اخت شدنمون و پذیرفتن یه زندگی دوباره از صفر خیلی سخته. چون ببین خب یه عمری ما اونجا تو ایران کار کردیم، ساختیم، خونه خریدیم، زندگی داریم، کار میکردیم، مستقل بودیم. بعد الان اومدیم یه جایی که تو نه کار داری، نه آشنا داری، نه فامیلی داری، هیچ کس رو نداری. حالا فکر کن باید کارم بکنی. زبانش، حالا منی که مترجمی خونده بودم، اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه با چیزی که تو محیط یاد میگیری. زبان محاوره واقعا با زبانی که ما تو دانشگاه و تو مدرسه میخونیم خیلی فرق میکنه. بعد فکر کن من احساس میکنم 1 سال اول واقعا سخت‌ترین قسمت مهاجرت. حالا من الان خودم هنوز تازه مهاجرم، یعنی تازه این ماه شده 3 ساله که مهاجرت کردیم، ولی 1 سال اول خیلی سخت میگذره. به ما که خیلی سخت گذشت. به هر حال همسر منم خودش مدیر بود ایران، کار ثابت داشت، مهندس بود، اومد اینجا یه دفعه با یه تغییر بزرگ. بعد بچه های من خب یکیش
نوجوونه، یکیش دبستان بود، حالا اون راحت‌تر جوین شد، ولی اون که نوجوان بود به هر حال اوایل سختش بود. یعنی همه این فشارا روی یه مادر خانواده زیاد. فکر کن که تو یه عمری کار کردی و الان اومدی نه کار داری، نه زبانت کامله، نه اصلا استیبل شدی اینجا. خیلی سخت میشه. برای من که خیلی سخت. حالا من یه ذره صبرم زیاده، سعی میکنم که یه خود حالا ظاهر رو شده حفظ بکنم که بقیه اعضای خانواده خیلی تحت فشار قرار نگیرن، ولی خب به خود آدم خیلی فشار میاد دیگه. بعدم با شرایط من که خب کمردرد دارم و اینا، اصلا نمیتونستم برم مثلا 8 ساعت سر پا وایسم، واقعا در توانم نبود. بعد می اومدم وقت بعد میخوابیدم همش، بعد کار، زندگی و بچه ها و همه چی میمون. آقایونم که نیستن، صبح میره شب میاد همسر من دیگه، من باید یه جوری خلاصه همه چیز رو مدیریت میکردم که خدا رو شکر یعنی واقعا فکر میکنم خدا خواست که تو اون شرایطی که من اومدم، حالا فکر کنم من 2 ماه هم هست که مامانم از دست داده بودم و اومدم اینجا، یعنی همه فشارا پشت هم بود. خدا خواست که همجور که داشتم توی اینترنت میچرخیدم و خلاصه همیشه به عنوان مصرف کننده هممون داریم میچرخیم، یه دوستی رو دیدم، یه مادری رو دیدم که راجبه یه کار آنلاین صحبت میکرد. آره آذین جون، دقیقاً مادرای ایرانی خیلی صبورن، وقتی هم مهاجرت میکنی صبورتر میشی. این رو دیدم و خب برام خیلی جالب بود، ولی من اصلاً در خودم نمیدیدم که من بخوام یه کار آنلاین بکنم. دوست داشتم چون که ماهایی که یه عمری کار کردیم و یه عمری مستقل بودیم از نظر مالی، خیلی برای ماها سخته که، یعنی برای من که خیلی سخته که سخت بود که مثلا بخوام پول بگیرم یا بخوام مشکل مالی پیدا بکنم. دوست داشتم مستقل باشم، ولی خب شرایط اجازه نمیداد که من تا یه مدتی بیرون کار بکنم. بعد خیلی برام جالب بود، هی دنبال کردم، هی پیگیری کردم و اینا، ولی بازم دو به شک بودم که من اصلا تنها کاری که هیچ وقت فکر نمی کردم که انجام بدم کار آنلاینیه که بخوام جلو دوربین بیام یا بخوام صحبت کنم. خلاصه یه مدت هی پیگیر این ادا بودم. بعدم دیدین که یه ادا که میبینی مدام تو اون زمینه هی برات این تبلیغات میاد دیگه. اینو هی پیگیری کردم و دیگه با اون مادر صحبت کردم و با هم حرف زدیم و اینا. گفتن که ما یه دوره آزمایشی داریم، اگه دوست داری اصلا قرارم نیست حتما شروع کنی، مثل چیزی که ما به همه میگیم. گفتن که بیا ببین از نزدیک، ببین اصلا با روحیاتت با شخصیتت میخوره، اگه دوست داشتی بعد میتونی ادامه بدی. دیگه خلاصه رفتم وارد اون دوره آزمایشی شدم و با کوچ صحبت کردم. همین خانم و مادر رو از نزدیک دیدم، یعنی زوم داشتیم صحبت کردم و کار رو دیدم و آدمایی رو دیدم که تو این بیزینس دارن کار میکنن و به چه موفقیتایی رسیدن. خیلی خلاصه برام جالب بود و حالا با همسرم هم مشورت کردم و قرار شد که همسرم هم گفت ببین اگه اینقدر دوست داری بد نیست، امتحان کن. ما که این همه هزینه میکنیم، هزینه سرمایه گذاری این بیزنس اونقدر نیست که تو بخوای اینقدر دو به شک باشی. بیا شروع کن به کار کردن. اصلا بعد اون وقت مدت ها اگه این کار نکنی به دلت میمونه، یعنی هر دفعه این ادا بیاد آدم فکر میکنه که دیدی مثلا من چرا شروع نکردم، حالا چی میشد مگه منم مثلا یک کار جدید شروع کنم. دیگه خلاصه تصمیم گرفتم که واردش بشم و شروع بکنم. بعد دیگه شروع کردم به کار. الان یعنی 2 ماه دیگه، حدوداً 2 ساله که من تو این بیزنس دارم فعالیت میکنم. من فقط خورده تیره است، نمیدونم که به خاطر آفتاب شما تصویر منو خوب میبینین یا نه. اگه به من بگین که تصویرم چه جوریه من
ادامه بدم صحبتمو. آزین جون، شیرین جون، اگه شما تو لایو هستین به من میگین که صفحه منو چجوری میبینین؟ عالیه، خیلی خوب، مرسی. آره خلاصه شروع کردم. یه 2-3 ماهی بدون چهره جلو رفتم و خب میدیدم همه همکارا که خیلی هاشون بدون چهره، خیلی هم با چهره و خیلی برام جالب بود که سعی کنم که با خودم کنار بیام و بیام لایو. دیگه یه چند ماهی، واقعا 2-3 ماهی طول کشید تا اولین لایوم رفتم، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی خیلی خوب بود. حالا تا یه مدتی هم ویدیو گرفتن سخت بود تا بتونم که اون ارتباطی که میخوام برقرار بکنم، چون اولش آدمی خود معذبه، فکر میکنه که چی جوری باید صحبت کنه، چی باید بگه، آیا رسمی صحبت کنه، آیا خودش باشه. ولی الان که داشتم این ویدیوها رو میدیدم و صفحه رو میدیدم، خیلی حس خوبی داشتم. یعنی به خودم واقعا میتونم بگم که آفرین گفتم که یه همچین کاری رو شروع کردم. ببین مایی که یه عمری کارمند بودیم مثل من و تو یه خانواده کارمند بزرگ شدیم با یه همسر کارمند و اصلا اهل کاری غیر از کارمندی نبودیم و تو ذهنمونم بود که ما فقط باید همینجوری روتین یه حقوقی بیاد و کار انجام بدیم. خب اولش خیلی سخته که تو بتونی این تغییر مایندست رو بدی، ولی واقعا وقتی که تو مهاجرت میکنی به نظرم میتونم بگم که ظلمه به خود آدم که همون کار تکراری رو با شرایط سخت‌تر انجام بده. ببین تو ایران که کارمندی، خب ایران واقعا کارمندی اونجوری نیست که تو همش کار کنی، که حالا یه ساعت صبح یه چایی میخوری، با 2 تا همکاری صحبت میکنی. مرسی آزین جون، فداتون بشم از انرژی مثبتتون. آره مثلا یه ساعت بعد مثلا ناهار میری، نمیدونم بعدش حالا همه یه مدت رئیس و همکار و همه تو خودشونن و یه ذره حرف میزنی و خود کار میکنی. ولی اینجا واقعا کار کردن مثل ایران نیست. من میبینم هم همسرم هم دوستایی که داریم، یعنی همه اینجا کار میکنن واقعا اون 8 ساعتو. یعنی گوشی کناره، همه چی کناره. مثلا الان دختر من والنتیری میره، اون 2-3 ساعتی که میره میگه ببین مثلا من نمیتونم حرف بزنم و گوشی و با کیف رو باید بذارم توی کمد و بعد 2 ساعت میتونم بیام گوشیمو بردارم. یعنی خیلی واقعا شرایط کاری فرق میکنه. برای همین من خیلی خوشحالم. یعنی احساس میکنم که خیلی توانمندیایی داشتم، خیلی فاکتورها داشتم که به خاطر شاید کارمندی اصلا نشده بود بهش بپردازم به قول معروف. در عین حال که من روی مایندستم هم خیلی کار میکنم و تو این بیزینس یکی از خوبیاش اینه که منهای درآمدی که حالا داری بیشتر روی مایندستت کار میکنن، روی طرز فکرت. چون خیلی ها هستن که تو فیلدهای کاری مختلف کار میکنن، خیلی ها اصلا خودشون آدم های موفقی هستن، سطح بالا هن، از نظر اجتماعی، از نظر کاری، از نظر مالی، و خیلی هم هستن که خب مشکل مالی دارن، ولی اینجا روی مایندست هم کار میکنن، رو این که تو بتونی از نظر درونی خودت رو بالا بگیری، از نظر درونی به خودت برسی. چون واقعا این چیزایی که الان میگن تو دنیای الان که اینقدر ذهنا شلوغه و گرفتاری و مشکلات زیاده، همه چی برمیگرده به درونمون. من اینو بهش رسیدم، یعنی شعار نیست اینا. تو اگر درونی آروم نباشی، درونی به صلح با خودت نرسی، هر جای دنیا زندگی کنی اون مشغولیت ها و اون ذهن آشفته رو با خودت میبری و هر کاری هم بخوای شروع بکنی همینه. برای همین یکی از چیزایی که واقعا اینجا میگم کار میشه روی مایندستته و در عین حالم تو یه مهارت داری یاد میگیری. یعنی منی که الان کنار بچه هم نشستم با خیال راحت
اینا دارن بازیشونو میکنن، منم دارم کارمو انجام میدم. نمیگم این کار اصلا چالش نداره و یه کار عالی و همه چی روتینه، نه. کار آنلاین هم مثل هر کار دیگه ای چالش‌های خودش رو داره، دردسرای خودش رو داره، فکر و خیالا رو داره، ولی تو آزادی زمان داری. مادرای مهاجر اینو درک میکنن، مخصوصا ماهایی که بدون خانواده مهاجرت کردیم، اینه که تو آزادی داشته باشی، حداقل فکر و خیال این که آی بچت الان میخواد بره فلانجا، تو نمیتونی همراهش باشی، نمیتونی ببریش، نمیتونی بیاریش، نمیتونی الان باهاش وقت بگذرونی، یکی از دغدغه‌های بزرگه. چند تا از دوستای دخترم هستن، الان یکی از دوستای دخترم هست که مامانش سر کار میره و این دختر یه دختر نوجوونه، ولی همیشه مامانش شاکیه، میگه من این هم زحمت میکشم، پول در میارم، ولی به من میگه تو هیچ وقت خونه نیستی، هر جا میخوام برم باید مامانای بقیه منو ببرن، تو هیچ وقت همراه من نیستی. ببین اینا چیزاییه که برای مادر خیلی سخته. من نمیگم کار بیرون هم خوبه، در صورت که شرایطشو داشته باشی خیلی هم عالیه، ولی کسی مثل من که خب همسرم نیست و من باید 2 تا بچه رو هندل بکنم، بهترین کار برای من همین کار آنلاینه. یعنی کاریه که تو الان فلکسیبله، تو احتیاج نیست محل خاصی داشته باشی. خیلی از کارهای آنلاین تو باید پاش باشی، یعنی پشت لپتاپ باشی، ممکن رئیست زنگ بزنه، کاری داشته باشه، همون لحظه باید انجام بدی. ولی کار ما کاریه که تو تنظیم میکنی بر اساس زمان خودت کارتو انجام بدی. وقتی بچه‌ها خوابن، وقتی مدرسن، وقتی 1 ساعت میای پشت در کلاس میشینی، مثل من مثلا اینجا بچه‌ها میرن استخر، اینجا میشینی، یعنی همیشه مشغول کاری. و یکی دیگه از محسناتش هم اینه که ذهنت مشغول میشه. یعنی من انقدر که به این بیزینسم فکر میکنم و دنبال محتوام و از همه چی دوست دارم که صحبت بکنم، باعث شده که خیلی از ساعتهای روز فکر و خیالاتم کم بشه. وقتی تو یه مشغولیت داشته باشی دیگه فرصت نمیشه که به گرفتاریات فکر کنی و همین این برای من یکی دیگه از محسناتیه که این کار رو دارم انجام میدم. سرمایه گذاری توشم سرمایه گذاری محدودیه به نسبت بیزینس های دیگه، خیلی سرمایه گذاری معقولی داره. بعد یه کاریه که تو یه پشتوانه خوب داری، یعنی شرکتی کار میکنه که 52 ساله داره تو بازار فعالیت میکنه، محصولاتش همه های تیکته، برای سلامتی خوبه و قسمت آنلاینش الان دیگه 11 ساله که داره کار میکنه و امتحانش رو برای خیلی ها پس داده. یعنی تو قرار نیست از صفر شروع کنی، تو فقط مهارت مارکتینگ رو از صفر شروع میکنی اگه اصلا تجربه نداشته باشی، در کنار منتور و کوچ. یعنی همین این یکی از مزیت‌هاشه که تو منتور داری، کمک داری، تنها نیستی هیچ وقت. همیشه میتونم اینو به جرئت بگم، همیشه یکی هست تو این بیزینس که کمکت باشه. بعد انقدر ویدیوهای آموزشی هست، انقدر آدمای مختلف کمکت هستن که تو از هر کدوم یه چیزی یاد میگیری. یعنی یه دنیاییه برای خودش دیگه. تا وقتی که کسی واردش نشه، اطلاعاتش رو کامل نگیره، واقعا به وسعت این کار نمیتونه پی ببره. خواستم اینو باهاتون شیر بکنم چون برای خودم یه تجربه جدیدی بود، تجربه خیلی خوبی بود و گفتم که برای شما هم بگم. اگر که دوست داشتین راجع به کار من اطلاعات بیشتری به دست بیارین، من خیلی خوشحال میشم بهم پیام بدین. من تو صفحه همینجا با آیدی مهسا 5556 فعالم، فیسبوک هم هستم، یوتیوب هم هستم و دوست دارم که واقعا به مامانایی که مثل خودم همین چالش ها رو دارن کمک بکنم که بتونن یه خورده با آرامش بیشتری کار بکنن، درآمد داشته باشن و رو خودشون هم کار بکنن. یعنی وقت
بکنن که حتی شده 1 ساعت 2 ساعت در روز برای خودشون وقت بذارن، دوستای خوب پیدا بکنن. یعنی دوستایی که من اینجا پیدا کردم واقعا خیلی از اون درد تنهایی و غربت سالهای اول مهاجرت رو برای من کم کرده. خیلی دوستا هستن که من شاید اصلا یه بارم نشه حضوری ببینمشون، ولی مدام باشون در تماسم، تصویری لایو میریم، با هم صحبت میکنیم. همینا خودش یه دلخوشیه دیگه. یعنی همه چی که پول نیست، پول در کنار اینا میاد، درآمد در کنارش میاد، ولی همینا برای مامانای مهاجر، برای مهاجرا یکی از بهترین دلخوشی ها و یکی از بهترین حسنای یک کاره که ما بتونیم انجام بدیم. اونم آنلاین، اونم همه چی برات مهیا باشه، فقط یه همت میخواد که و یه انگیزه بالا میخواد، نه انگیزه از این هیجانای سریع که آی من هم شروع کنم بعد بیای وسطش جا بزنی. نه، انگیزه‌ای باشه که تو رو تا انتها، تا رسیدن به هدفت خلاصه همراهیت بکنه. دیگه من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. فقط خیلی دوست داشتم که این لایو کوتاه رو برم تجربیاتم رو براتون بگم. بازم میگم اگر دوست داشتین اطلاعات بیشتری بگیرین، من خیلی خوشحال میشم که بهم پیام بدین، چه دایرکت بدین چه زیر این لایو برام بنویسین. من حتما پاسخگو هستم. شب و روز همگیتون بخیر. آذین جون، آره حتما به هم دایرکت بدین، خیلی خوشحال میشم که با هم صحبت بکنیم و ما میتونیم با هم دوستای خوبی هم باشیم، هم همکار باشیم، هم دوست باشیم، چون هممون هم زبونیم، هم دردیم و میتونیم که با هم دیگه خلاصه این مسیر رو راحت‌تر ادامه بدیم. انشالله که همتون موفق باشین، بتونین بهترین تصمیم ها رو به موقع بگیرین. شب و روز همگیتون خوش. بازم ممنونم که با من همراه بودین. فداتون بشم. فعلا.